گامش ها گشنه میبونی، گامش ها سشنه میبونی. تیر مثل باران آمیزه و طور سر گذشته شد. دلدار خولماتوی 18 ساله چون به فرانت افتید میدان جنگ را چنین دید. در سمرقند تعلیم ابتدایی حربی گرفته باشد هم میدان جنگ به رنگ دیگر می نمود. یک عراق پتر میگن. همو دادنم همه قم میگیریم بیرون. ای باشه من روسی را نمیدونیم. اینا من نخوندم تیر پرونده نمیتونم میره آخه دو کس روش میکنی. ای قدرده نه خواهد تنکه میزنی سمالات. او در هیئت بتالیون 375 که با نام خارکو و بوخارستسکی معلوم بود اروپا را آزاد کرده است. وقتی او به جنگ دعوت شد سال 1944 بود و خط فرانت از حدود شوروی سابق بیرون می رفت. بخصوص گرفتن یکی از شهرچه های اوستریا به خاطرش نقش بسته است. سمالات برون شد. همین اومد رفت و گرفت. همون شهر علاویستان در شهر علاو گرفت. میپرده بوم را میره بوم را میپرده و میره بابا در مرا قرارت همون شهر را در آمدیم و بلوی مرده را میگردیم اینجا مرده نیجا پوت بلوش نمیبونی میره. با قول این ویتران 93 ساله آن روز هر قدم زمین خطرزا بود و به جانشان تهدید میکرد. رفته شد پس میغلطه او میسته او زده سای پس میغلطه امو رو بوم جقی میره مرده شد امو رو کلوش میکنن نمیکنن تای خوکش میکنن زنده شد با موشی قطعی تای موشین را بور میکنن برنیسه و گوشته. خبر غلبه را در شهر پراگ شنید و حالا هم آن لحظه از یادش نرفته است. خرسندی ایشان میخواب نه عشقی او چشم ریخته. دلدار خولماتوف بسیار ویرانه های جنگ را در اروپا مشاهده کرد، اما وقتی به برلین وارد شد دهشت جنگ در چشمش چند مرتبه زیاد نمود. جنگ برلین میره میبینی خونش شمال میره خیلی دشمن است خوب. این پیرمرد در سوگ شهر میگیرد که چند سال از آنجا به محو مردمش امر میدادند. در او به فاجعه مبتلا شدن مردم یأس‌آور است.